چت جی پی تی در ویندوز وارد مرورگر کروم بشین. قبل از اینکه چیزی سرچ کنید اول وی پی ان رو روشن کنید، چون چت جی پی تی با وی پی ان کار میکنه. نصب این وی پی ان هم توی پست قبلی گذاشتم. وقتی که وی پی ان نصب شد عبارت چت جی پی تی رو سرچ کنید. وقتی که سرچ کردید سایت اول رو کلیک کنید که نوشته چت جی پی تی. اینجا میتونید ازش سوال بپرسید. من مثلا میپرسم خورشید چیست؟ می‌بینید که به سوالم جواب داد. خورشید یک ستاره است. خداحافظ.